سلام دوستان، به کانال ایده های خلاقانه خوش اومدید. امروز با یک آموزش بسیار کاربردی در خدمتتون هستم. امروز میخوام راهکاری رو بهتون نشون بدم که باعث میشه فشار آب بسیار عالی داشته باشین. در جاهایی که فشار آب بسیار پایینی دارن میتونید با 2 بطری خالی نوشابه خانواده و کمی خلاقیت مشکل رو برطرف کنید. در ابتدا پس از بستن شیرفلکه اصلی آب منزل، یک برش 5 سانتی قبل از شیر مورد نظر ایجاد کنید و قبل از محل شیر اصلی یک انشعاب و دوراهی قرار بدین و پس از محکم کردن اتصالات به صورتی که میبینید 2 شیشه نوشابه رو در بالا و روی دوراهی ها محکم کنید. بعد شیر را با چسب مخصوص و بعد از اون دوراهی وصل کنید. حالا میتونید با باز کردن شیرفلکه اصلی ساختمون یک فشار آب بسیار قوی و کارآمد داشته باشین. برای اینکه از ویدیوهای جدید این کانال استفاده کنید لطفاً سابسکرایب و زنگوله را بزنید. لایک هم یادتون نره. ممنونم که از کانال خودتون حمایت میکنید. متشکرم. خداحافظ.